ریاست کارهای داخلی ولایت نمنگان ازبکستان خبر داد که شب 9 به 2 آگوست سال 2022 از مزار سلطان اویس قرنی در دهه بلقلیقول نویه چارتوق یک نسخه دستنویس قرآن را که قریب 150 سال قبل سال 1874 کتابه شده است دزدیدند. به گفته پلیس این حادثه تخمینا ساعت 12 شب روی داده. دزدان که دست کم 2 نفر بودند به سمت نامعلوم غیب زدند. در رابطه با این دزدی پر سر و صدا پرونده جنایتی گشوده شد. جریان تفتیش آن تحت نظارت رهبران میلیس و دادستانی ولایت قرار دارد. این نسخه قرآن از ابریشم تیار کرده شده از 426 صفحه عبارت است. این بار اول نیست که کتاب‌های تاریخی قرآن در ازبکستان مورد دزدی و قاچاق قرار می‌گیرند. سال 2019 مقامات امنیتی این کشور از کوشش به خارج برآوردن یک نسخه صفحه‌هایش طلاکاری کرده شده قرآن پیشگیری کنند. آن نسخه قرآن هنوز در اثر 16 کتابت شده. ارزش احتمالیش 1 میلیارد و 800 میلیون سوم ازبکی یا بیش از 170,000 دلار گفته می شود. مزار سلطان اویس قرنی در دهه بلقلیقول نویه چارتوق از آرامگاه این مرد ولی یک مسجد برای 1200 نمازگزار، کتابخانه و نظرخانه عبارت بوده یک مکان برای مسلمانان مقدس به شمار می رود. به اینجا از دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز برای زیارت زیاد می آیند. سلطان اویس قرنی بنابر روایت ها زاده یمن بوده در زمان پیامبر اسلام محمد زندگی کردند و در پنگ کردن دین اسلام خدمت های بزرگی کرده است. باور می رود که سلطان اویس قرنی برای تبلیغ دین اسلام به قلمرو ازبکستان کنونی آمده در همین جا خوک شده باشد. ولی چنین مزارهای این مرد ولی در چندین کشور دنیا موجود است، از جمله در سوریه، ترکیه، قزاقستان، تاجیکستان. در ازبکستان باشد 2 مزار سلطان اویس قرنی موجود بوده است، یکی در قرقلپوکستان و یکی دیگر در چارتوق نمنگان. در تاجیکستان نیز مزار سلطان اویس قرنی در نویه خوالینگ جایگیر شده. سال 2006 با دستور پرزیدنت امامعلی رحمان ترمیم و بازسازی شد. امامعلی رحمان ضمن سفرهایش به خوالینگ همیشه از این مزار زیارت میکند.